به نام الله بخشنده و مهربان. مادر جانم، وقتی که بالای سر تابوت من جمع شده بودید و فریاد فغان می برداشتید، اشک چشم می ریزاندید، در همین زمان مخلوق های نزدم آمدند که مثلشان را در دنیا ندیده بودم. آنها ملائک بودند، عزرائیل و دیگر ملائک وظیفه دار. در این اثنا یک چیز دیگر رخ داد و من جای ابدیم را نشان دادم، پر از آتش. جای جزا بوده است آنجا. همه چیز را فهمیدم، هم غفلتم را و هم خطاهایم را، و بسیار ترسیدم. بدنم بلند زده و در جایی که شما را نشناختم ماندم. تا چنده به عزرائیل نظر می کردم، شدت ترس همانقدر زیادتر می شد. بسیار بد هیبت بود. از غفلت های در دنیا بودم، صدها پشیمانی خوردم. در همین وقت از الله تعالی درخواست کردم تا مرگ را به وقت دیگر گذراند و مرا به دنیا بازگرداند تا عمل صالح کنم. اما دیر شده بود، خواستم قبول نکردید. البته که از اینها شما بی خبر بودید. چه خیلی درد کشیدنم را حس نمی کردید. چی می دانستید؟ و مثل من دهشت عزرائیل را ندیدید که در دنیا سقرات موت می گفتند. چقدر دشوار بوده است. درد آن را نقل کردن ناممکن است. این درد را تنها شخصانی می دانند که با عزرائیل روبرو شدند، یعنی بعد می فهمند. مادر جانم، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین دعا می کرد: خدایا در سقرات موت به من یاردم کن. این سخنها را استادها می گفتند، اما از یک گوشمان می در آمد و بر نفسمان هیچ تأثیر نکرده از گوش دیگرمان برآمده می رفت. چقدر درست بوده است. می فهمید مادر جانم؟ وقتی مرگ انسان به مانند گوسفندی است در دست قصاب، وقت درد، وقت اضطراب، دشوار، بی نهایت دشوار، بسیار ترس‌آور. در این منظره دهشت آور روحم نخواست که از بدنم برآید. مادر جان، روحم از بدنم نمی برآمد و تا برآمدن آن ملائک مرا می زدند، به درجه زدند که تمام وجودم عذاب را دید. خیلی مادر جان، روحم نابرآمده عذاب قبر سر شده بود. تا آن وقتی که روحم از وجودم جدا شد، ملائک مرا زدند. نهایت روحم از بدنم جدا شد و من هم ضربه خورده خلاص شدم. از خود می پرسیدم چی کار کرده باشم که اینقدر ضربه ها را حق کردم. بعدتر فهمیدم سبب همه این ضربه ها عاقبت عمل های بدی بود که در دنیا کردم. در نزد عزرائیل باز دو ملائک دیگر بود، یکی ملائکه رحمت و دیگری عذاب. اگر مرده خوب باشد پس عزرائیل روح را به ملائکه رحمت می سپرده است، اگر مرده بد باشد روحی آن را به ملائکه عذاب می داده است. امر الله همین خیر. بعد عذاب‌های زیاد عزرائیل روحم را به ملائکه عذاب تسلیم کرد. همین وقت چقدر بد بودن جای ابدیم را خوبتر فهمیدم. روحم به مثل پرنده از قسم بالای قفس سینه‌ام پرید. از صحبت ملائک همه چیز معلوم شده بود، چون که بین خود می گفتند این را کی تبابت می کند. درد آن وقت را نیز فهماندن ناممکن است. مادر جان، وقتی که ملائکه ها را دیدم پایهایم به یکدیگر پیچیدند. شما نیز این را حس کرده بودید، زیرا دیدید که بدنم چقدر سبسفید شد و مثل یخ شده بودم. همین خیلی مادر جان،
من از دنیا با عمل بد آمدم و از این رو ملائک مجبور شدن روحم را مجبورن از بدنم گیرن. اینها ملائک نازعات بودن. اگر صاحب عمل صالح می بودم روحم را ملائک آسان کن می گرفتن و به من سلام الله را تقدیم می کردن و می گفتن سلام به تو ای بنده الله، سزاواره که الله تعالی به تو سلام روان کند. همین خیلی من عذاب غفلت را چشیدم مادر جانم. اگر در آمدن عزرائیل با طهارت می بودم در نزدم قرآن می خواندم، عملهای صالح هم زیاد می بود، مسواک می کردم، اینقدر عذاب نمی کشیدم. مرگ آسانم می شد. یا در همان وقت یگان دوستم که او را الله دوست می دارد به عزرائیل می گفت ای عزرائیل بر دوستم رحم کن و ملایم رفتار نما زیرا او مؤمن است. عذاب نمی کشیدم. به این هم عزرائیل را دیدن زمان از هیبتش ترسیده بودم، زیرا پیش از روحم را گرفتن او را بد هیبت دیدم. کاش که چشمایم کور می بود و او را نمی دیدم. اما این خیلی نمی شود. چشما کور هم باشد او را می بینیم. در دنیا کور بودن و یا نبودن فرق نمی کرده است. همه کس در وقتی مرگ پیش از روحش برآمدن او را می دیده است. نمیدونم مادر جانم در وقتی مرگم آوازم را می شنیدید یا سیاه رو شدنم را دیده، کفای دهنم را چی؟ فکر نمی کنم که فهمیدید، زیرا آنقدر فریاد و فغان برداشته بودید، آنقدر اشک چشم می ریزاندید که اینها را فرق کردنتان ناممکن بود. خوب شد که ندیدید مادر جانم. اگر حالم را می دیدید عاقبت درد قیامتم را تخمین می کردید و زیادتر زیر می شدید. اگر در دنیا عملهایم صالح می بود نه رنگم سیاه می گردید و نه آواز خراش می برآوردم و نه از دهنم کف می برآمد. برعکس این حال از پیشانم عرق سر می زد، چشمایم تر می شد، چهره‌ام نورانی می گردید و همه اینها به من راحت می بخشید. اما در جانم به تو چیزی دیگری را گویم. در وقت گرفتن روح من وضعیت را با دقت نظر کرده و مرگ را تشنم ندهید. این غیبت بدترین و خطرناکترین به حساب می رود. یعنی غیبت حساب می شود که حلال نشونده و بعضی ها رحمت شود، گفته بحر سبک شدن گناه های آنها عذاب را به آنها می چشانند. در عین حال عذاب آن وقت کفارت گناه ها حساب می گردد. مادر جانم از بدنم گرفتن روح را نقل می کنم. عزرائیل با ملائک به نزدم آمدند. دیدمشان. 2 ملک وظیفه‌دار بودند بهر برآوردن روح از تنم. عزرائیل مداخله کرد و روحم را گرفت. افسوس که روح مرا به ملائکه عذاب داد. از دنیا عمل صالح نآورده بودم. اگر عملهای دنیویم صالح می بود عزرائیل روحم را به ملائکه رحمت تسلیم می کرد و روحم را به قبض الله می برداشت. می دانید مادر جان در وقت کفن کردن بدنم آنها روحم را کفن می کردن بهر به قبض الله برآوردن. شما این حالت رو نمی دیدید. دوستانم از کتفایشون مرا فراوردن و به قبر گذاشتن. از بالایم خاک پرتافتن. در وقت پرتافتن خاک ملائک روحم را باز به بدنم وارد کردن و خود آمدن. میدانید مادر جان ملائک روحم را به سما بردن. در آسمان باز نشد، زیرا عملهای صالح در من نبود. آنها روحم را باز به سجین بردند و عملهای بدم در رفتار به قید گرفته شد و باز روحم را به جسدم آوردند. مادر جانم اگر عملهای صالح می داشتم ملائک رحمت روحم را به سما می بردند و در آن گشاده می شد. عملهایم در دفتر ایلیون به قید گرفته می شد و به زمین با روحهای مسلمانان روبرو می شدم.
به من سوال میکردن که فلانی چه کار میکند. من هم میگفتم او نیز مرد مگر نزد شما نآمد. آنها میگفتند او نیز گناهکار بود به آتش افتید و او نیز در سما را نگشادند. مادر جان جانم مرد گفته چشمهایم را محکم کردید. در آن وقت من به یک نقطه نظر می نمودم. با نگاهم روحی از بدنم گرفته را تعقیب می کردم. مادر جان جانم مرد گفته چشمهایم را محکم کردید. در آن وقت من به یک نقطه نظر می نمودم. با نگاهم روحی از بدنم گرفته را تعقیب می کردم. بر سرم مرثیه ها خوانده شد با آواز بلند گریستن. این وضعیت مرا غمگین ساخت. روکنی و موکنی شما به من عذاب می داد. بعضی ها برای من دعای خیر کردند و حتی رحمت نیز طلب نمودند. آنها مرا بسیار خرسند کردند. بعد دعای آنها ملائک آمین گفتند. در این وقت چشمایم را محکم کردید. من روحی از بدن گرفته را نگاه می کردم. بعدتر منهم را بستید. لباسهایم را از بدنم تیزتر برآوردنتان خوب شد. چه خیلی که دیدید بعد گرفتن روح کرخ شده بودم. خوب کردید که انگشت های پای ها را به یکدیگر بستید. اما نمیدانم دوستهایم را چه خیلی به جنازه دعوت کردید، زیرا میخواستم که جماعت جنازم زیادتر می بود. بسیاری آنها برای من شفاعت می شد. رفتار دوستهایی که از عقیبم تا به مسجد آمدند و نماز جنازه را نخواندند مرا غمگین ساخت. دوستهایم آمدند و درد را تقسیم کردند. این خیلی خوب شد. اما نماز جنازه را میخواندند چی میشد؟ همه را خرسند میکردند و هم خودشان برد میکردند. مادر جان مهربان، دیروزها به زیارت قبر من آمدید، بر من سلام دادید و من نیز سلام شما را برگرداندم. مرا شنیدید. زیارت شما را با حسرت کلان انتظارم. آمدن شما مرا آنقدر خرسند میگرداند که مادر جان، بعد سلام بر من مغفرت طلب کن. زیادتر خرسند میگردم. به این احتیاجم زیادتر است. جنگ مکن مرا مادر جانم. در اینجا من ناراحتم. عذاب غفلتی در دنیا بوده را میکشم. روحم دائما در اضطراب، نه در سمایم و نه در عرض، در بین هر دویشان ماندم. کاش که در دنیا عملهای صالح میکردم. آن وقت در ایلیون میبودم و جایم نیز معلوم میگردید. این را به نهایت زیاد میخواهم. شخصانی که در دنیا به عهدی که با الله بسته بودند صادق ماندند و عملهای صالح کردند و درست بودند، قبرشان بهشت است. بازم این به حالم شکر میکنم، زیرا دیر هم باشد ایمانم مرا از اینجا نجات میدهد. زیرا حال کافران از این بدتر است. روی آنها در 7 درجه چقرترین سجین در نول پرنده های سیاه هم که خوراکه و نوشاکه های آنها تنها آتش است. مادر جانم، در اینجا با یکدیگر واخوردن ممکن است، اما این را تنها صاحبان عملهای خوب کرده می توانند. صاحبان عملهای خوب یکدیگر را زیارت می کنند و مذاکره عملهای کرده شده و کرده می شدگی دنیای شما را می کنند. اما همه با خواسته‌اش روبرو شده نمی توانند. تنها با شخصان روبرو شده می توانند که در عملها برابرند. من باشم با کسی وا نمی خورم و مثل محبوسم. با گناه های زیاد به اینجا آمدم و از این سبب با کسی وا نمی خورم.
قانون عالم همین بوده است مادر جانم. چی می شد که من نیز در دنیا عملهای خیر می کردم و به اینجا با عملهای خیر می آمدم. آن وقت پدرم را می دیدم. او را دیدن می خواهم. این آرزویم را شما نمی دانید. او را عملهای خیرش نجات داده است. در آن جایی که من عذاب می کشم او نیست. او را دیدن نمی توانم. مادر جانم، به بالایم خاک پرتافته رفته و روحم به بدنم برگشت. آن وقت من آواز پایهای همه شما را می شنیدم. دو ملائکه نزدم آمدن، یکی منکر دیگری نکیر. آن قدر بد هیبت بودن که از ترس چیکار کردن و گفتنم را ندانستم. عاقبت آخرتم را تخمین می کردم. از این رو نمیخواستم قیامت شود، زیرا اگر قیامت شود به جای جزا میرم، یعنی به دوزخ. مادر جان، میترسم، بسیار میترسم. شخصانی که با عملهای خیر آمدن بسیار خرسندند. از منکر و نکیر نمیترسم. در جنت مکانی بودنشون معین. آنها در هیجانند که تیزتر قیامت شود و به جنت درآیند. گفتم که مادر جانم، هیبت منکر و نکیر را دیدم، بسیار ترسیدم. و سوال کردم خدایت کیست؟ دینت چیست؟ نبیت کیست؟ کتابت چیست؟ قبلت کجاست؟ ترسم زیادتر شد. جواب درست دادن نتوانستم. بلند داد زدم، مرا شنیدید مادر جانم؟ جوابهای سوال آنقدر آسان که خدایم الله جل جلاله، دینم اسلام، نبیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، کتابم قرآن، قبلم کعبه. قانون الله تعالی همین است. هر کس جزای عملهایش را میبینه. مادر جان عزیز، گفتم که درونی عذاب بزرگم قبرم را میفشارد. دائما در عذابم. به نزدیکانم وا خوردن نمیتوانم. از شما خبر گرفتن نمیتوانم. جای و مکانم معلوم نیست. همه اینا مرا عذاب میدهد. هر روز سحر و شب جزای در دوزخ میکشیدگیم را تکرار به تکرار نشان میدهد. این باشد مرا زیادتر ترس و اضطراب میدهد. اما امیدم را از دست ندادم، زیرا از این عذابها خلاص میشوم. در محشر تازه میگردم. اگر با این عذابها از گناهها تازه نشوم، آن وقت در آتش دوزخ تازه میگردم. با یگان راه باید از گناهها تازه شوم و به رحمت الله تعالی رسم. کسی به رحمت الله تعالی نرسیده به جنت رفتن نمیتواند. برای به جنت رفتن باید از گناهها تازه باشی. اینجا قانون عوض نشونده‌اش همین است. تازه نشده کسی به جنت داخل نمیگردد، زیرا آنجا جای تازگی است. مادر جانم، میدانسته باشی من چقدر آرزوی جنت رفتن را دارم.
جنت را معنی داد و فهماندن ناممکن است و این آرزویم را زیادتر میکنم. در آنجا همه چیز هست، چیزی که خواهی در حال داده می شده است. کمبودی نیست، دارایی هست، اضطراب نیست، خرسندی است. دوست داشته را دیدن هست. میفهمید مادر جانم؟ نیست گفتنی چیز نیست، همه چیز هست در جنت. مکافاتی از همه بزرگ دیدن آن ذاتی است که در دنیا نصیحت‌هایش را نمی گرفتیم و در غفلت می نشستیم. پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را آنجا در اطراف حوض کوثر. مادر جانم آنجا الله تعالی را نیز می بینم و خود به خود می گویم که تیز همین عذاب قبر را بین و تازه شده به جنت درآ. اما مادر جانم خواهی که تمام نعمت‌های جنت را استفاده برای عمل‌های خیر را زیادتر کردن لازم است. عمل‌های خیر سرمایه و بایگری توست. با آنها درجات را در جنت بالاتر می‌گردانی و نعمت‌های استفاده می‌بردگیت نیز زیادتر می‌گردد. در جنت نعمت‌ها زیاد بی‌آخرند اما قیمت دارند. آنها را به درجه سرمایه‌ات صاحب می‌گردی. نعمت‌های سرمایه کم از نعمت‌های سرمایه کلان فرق دارند. این هم باشد عدالتی الله تعالی را افاده می‌کند. مادر جانم میدانی در اینجا همه مثل من در عذاب نیستند، در جنتند. قبر به آنها به باغ از باغ‌های جنت تبدیل شده است. آنها در دنیا غایه آفرینش را فهمیدند و خودشان را به این عالم تیار کردند. میفهمید مادر جانم؟ آنها مؤمن‌هایی میباشند که امرهای الله تعالی را به جا آوردند، یعنی به تیاری به قبر آمدند. با آنها سحر و شب مقام‌های جنت را نشان می‌دهند. قبر آنها را نمی‌فشارد، برعکس آنها را دستمال می‌کند. در راحتند. در دنیا ذکر الله تعالی را از زبانشان دور نکردند. قرآن گوش کردند، همه در خواب بودند. آنها استراحتشان را شق کرده برای رضای الله تعالی طهارت گرفتن نماز گذاشتند و هر کدام اینها برایشان در قبر نور شدند و قبرهای آنها را منور ساخته ایستادند. قبرهای آنها را باغ از جنت گردانیدند. تا نشینانی نمی‌دروی مادر جان. وقتی آهگویی من گذشت، اما مادر جانم در اینجا باز بعضی هایی هستند که حسد آنها را نخوردن ناممکن است. خاک جسدهای آنها را کار کردن نمیتواند. جسدهایشان تازه نمیپوسند. یگان حیوان و یا جاندار وجود آنها را نصیب خود کردن نمیتواند. مار و کژدم آنها را سوراخ کردن نمیتواند. یعنی بدن سالم آنها همین خیل حیات میگذراند در باغی به مثل جنت. پیغمبران، شهیدان و دیگر بنده هایی که الله تعالی آنها را لایق دانسته است مادر جانم همانها هستند. مادر جانم همین از قبر، یکی در عذاب و دیگری خرسند در باغ جنت. عدالتش همین است مگو، زیرا عدالت حقیقی همین است مادر جانم. اینجا عالم دیگر مادر جان، برزاق و قبر میگفتند، در حقیقتا عالم دیگر. در دنیا آن چیزی که آید آنها میگفتن همش درست است، اما میفهماندگیشون بسنده نیست. در اصل فهماندن اینجا ممکن نیست. حتی من که از سرم گذرانده ایستادم با کلی فهماندن نمیتوانم. وزنینی میآرد، زیرا چینک دنیا از چینک اینجا فرق میکند. با یک کلمه حیات وزنی. اگر مثل من گناهکار باشید، قبر مرا فشرده ایستاده است، این بسنده نبوده است، باز بر سرم زده ایستادم، بسیار درد کشیده ایستادم، داد و فغان برداشته ایستادم. داد و فغان مرا میشنوید مادر جان؟ البته که نمیشنوید. غیر از شما دیگر همه مخلوق های دیگر میشنوند. تا بکی این عذاب دوام میکند نمیدانم. باز امیدم هست رحمت الله تعالی و از عمل خیرم یک تا هم باشد. این هم سبب شده آن و خلاص میگردم. در اینجا عذاب و بعضی ها دائمی و بعضی ها موقتی است.
برای همین به دعای شما نیاز دارم. مادر جانم به این فرزند غافلت بسیار دعا کن. مادر جانم میخواهی دانی که کدام خطاها سبب اینقدر عذابها گردیده است. بعضی هاشون رو در دنیا اهمیت نمیدادم، حال اهمیتشان رو فهمیدم. برای نمونه بعضی از آن عملهایی که عذابهای قبر را زیاد گرداند. پیشاب کردن رو دقت نمیدادم، گویا آن افلاسی مرا ناراحت نمیسازد. خبرهای رسول خدا رو گوش نمی انداختیم و غیبت میکردیم که این عمل است که عذاب شدیدترین. باز از فلان ذات قرض داشتم و آن رو باز نگردانیده به اینجا آمدم، آن هم عذاب قبرم رو زیاد گردانید. چی میشد قرض فلان ذات رو باز گردانید تا من از آن عذاب خلاص شوم؟ زیرا تا آن دمی که قرض آن بازگردانیده نشود عذاب آن دوام میکند. روی کنی و موکنی شما و با آواز بلند گریه کردن شما عذاب قبر را زیاد میگرداند. برای جدا شوی من غمگین شوی، اما به درجه عصیان فریاد فغان نکن. باز یک چیز دیگر مادر جانم، از گفتنش شرم میکنم. برای کمتر منفعت دنیا دروغ گفتن بودم و با بهانه‌های گوناگون فایز میکنم. همه آنها در اینجا مرا پریشان ساخت. از این رو عذابم در اینجا زیادتر گردید. باز یک چیز دیگر که شما از این بیخبرید. یک دو بار دزدی کرده بودم، خرد بودم اما کرده بودم. میدانم اگر خبردار می شدید مرا سخت می زدید. کاش که خبردار می شدید و آن حساب را در آنجا می پرداختم و حق آنها را در همانجا حلال می گردانیدم. همه اینها مرا در اینجا به عذاب گرفتار کردن که طاقت کردن نمی شود. اما بعضا شکرها می کنم مادر جانم، زیرا بعضی هستند که از فریاد آنها من هم اضطراب می کشم. آنها از من گناهکارترند. بعضی ها در دنیا شاهد دروغ شدند، بر دختران با ناموس افترا کردند، با زبانشان مردم را اذیت کردند، مال یتیم خوردند، مال دیگران را ناحقانه از دستشان گرفتند، حیله کردند، عیب‌های پنهانی دیگر مسلمانان را کافت و کاب کردند، کبر و غرور ورزیدند، درویگی کردند، علاقه خویش و تباری را کندند، و فقیران و یتیمان و حیوانان بیرحمانه رفتار نمودند، آدم کشتند. بله مادر جانم، عذاب اینجا همیشه. خیلی که در دنیا گناه کردی به وزن همان عذاب میکشی. برای همین فرصتی که در دست داری این گفته هایم را خوب گوش کن مادر جانم. آن چیزی که در قرآن و حدیث برایمان میفهمانند و کلی باور کن. همه آنها راستند و میفرماندگیشان را نقطه به نقطه بجا کن. بر خطاگی که من افتیدم شما نافتید. نعمت هایی که در دنیا برایم پیشنهاد کرده بودند نفهمیده بودم. به اینجا آمدم و فهمیدم که همه آن نعمت ها برای امتحان بوده است. عبادت های فرض، واجب و سنت را ترک نکرده دوام بده. فرصت که یافتید عبادت های نافله بجا بیارید. در اینجا بایگری خودتان میگردد. انسان خوب شوید و به اینجا با خوبی های زیاد بیارید. برای علاوه کردن عمل در اینجا یگان گونه امکان نیست. همه سرمایه‌تان از دنیا آوردگیتان می باشد. از این رو عملهای صالحتان را زیادتر کرده بیایید. حضرت علی کرم الله وجهه می گوید در دنیا عمل هست، حساب نیست. در آخرت حساب است، عمل نیست. این حقیقت را من از سر گذرانیدم. برای مثل من نشدنتان بار دیگر خاطر رسانتان کردم. بعد ادای هر نماز دعای خلاصی عذاب قبر را کم مگردان. در بالین مرگ سوره اخلاص را بسیار بخوان. در وقت مرگ خودت را از دست مده و بدان که الله تعالی صاحب رحمت است و امید کن که الله تعالی تو را می بخشد و نفس آخرینت را با این امید بده. زیرا چه خیلی که بمیری همان خیل حشر میگردی. کلمه توحید را تیز تیز بخوان. زود قرآن بخوان. ثواب خواندگی قرآنت را به من بخش. بسیار خرسند میگردم. گناه چقدر کم باشد عذاب هم همونقدر کم میگردد. از این رو از گناه ها گریز تا عذاب در اینجا کم گردد و یا در دوزخ هیچ نسوزی.
مادر جانم، از استادها سخن مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را می شنیدم. قبر باغی است از باغهای جنت و یا چقری است از چقری های دوزخ. چه خیلی خبری راست بوده است. افسوس که نفهمیده بودم، از غفلتم نخیسته بودم. الله تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم را ترک کرده به دنیا دل دادیم و شیطان را اطاعت کردیم. حاضر قبرم برای من چقری از چقری های دوزخ گردیده است. برای من حق بنده را رعایت کنید، برای منفیت خردک قلب نشکنید، ببخشید و رحمدل باشید. مکافاتش را در اینجا میبینید و در وضعیت مفلس نمیافتید. حسد و غیبت مکنید و باری که وسیله عذاب قبر میگردد وزنی مگردانید. مادر جانم، برای آن که به اینجا بیگناهی با توبه نصوح توبه بکن. ترس از الله تعالی قیمتترین چیزی است که به اینجا میاری. با یک حس محبت و امید از الله تعالی بترس و این چیزی قیمتترین شما میگردد. میتوانی آن را در اینجا به این ذیل استفاده بری. ای خداوند تعالی، از ترس امرهایت را به جا آوردم و از حرام گریختم. به اینجا قرضدار مآیید، بسیار عذاب خواهید کشید. از شما یک خواهش دیگر که در آمدن زیارت قبر سلام دادن را فراموش مکنید. ثواب عمل خیر و یا صداقتتان را به ما نیز روا نکنید. نترسید، ثوابهای شما کم نمیگردد. با دقت باشید، در زیارت به جای ثواب گناه مگیرید. پیش از همه خاطر رسان کنم که از ما چیزی طلب مکنید. ما امکانی نداریم که به شما چیزی دهیم، در حالی که ما احتیاج به دعاهای شما داریم. و شما چی داده میتوانید؟ چی؟ در زیارت قبر تنها فکر کنید و حیات بعد مرگ را، یعنی حیات قبر را فکر بکنید. دیروز چی بودم، حالا چیم و فردا چی میشوم. تفکر این را کنید. زیارت قبر برای ما چی قدر اهمیت دارد، برای خودتان نیز همان قدر اهمیت را دارد. در وقت زیارت به بالایمان منشینید، ما را ناراحت مسازید و حتی زیر پا مکنید، اما در نزد قبر نشستن میتوانید. در زیارت قبر متواضع باشید، فخر مکنید، تفکر آن را کنید که روز شما نیز مثل ما میگردید. در وقت زیارت علفهای تر را مچینید، درختها را مشکنید و حتی اگر از دستتان آید درخت شینانید. از آنها برای ما بسیار فایده است. از حساب آنها عذاب قبر کمی آسان میگردد. در زیارت قبر فریاد فغان مکنید که این ما را ناراحت میسازد. وقتی که زیارت قبر میکنید، ما را فکر کنید، نه اینکه شکل قبر را. از این رو قبرها را زیبا مگردانید و ما فایده نمی بخشد. برعکس اسراف به شما گناه زن می کند. بر سرمان تربت مسازید. ما به تربت شما نه، بلکه به دعاهای شما نیاز داریم. در سر قبرمان دعا کنید، اما قربانی مکنید، زیرا در سر قبر قربانی کردن مکروه است. در سر قبرمان نماز مگذارید، بر ما فایده نیست و برای شما باشد گناه نوشته می شود. بعضی ها در وقت مرگشان نوشتجاتها و دعاها می گیرند که آنها فایده نمی بخشد. در اینجا تنها عملهای خیرتان و تقوایتان فایده می بخشد. آذوقه اساسی آخرت عملهایتان می باشد. به الله تعالی تکیه بکن، دوستی حقیقی را دریافت می کنی. با قرآن تابع گرد، در صراط المستقیم میمانی. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را مرشد خویش بدان، راحت را هیچ وقت غم نمی کنی. جهاد را بر نفست کن، دیگران را بسیار ببخش اما خودت را اصلا. نصیحت را اول بر نفس خودت بکن. الله تعالی را بسیار ذکر کن، زیرا تو را از بیماری وزنی ترین یعنی از غفلت نجات میدهد. شکر نعمت ها را بدانید، آن نعمت هایی که الله تعالی بر شما داده است. بدانید که حق دیگران نیز در آن است و از این رو صدقه دادن را ترک مکنید. مادر جانم، بر خواهر و اپهایم و بر برادرهایم بگو تا بر قیافتشان دقت کنند، وگرنه از نعمت جنت محروم می‌گردند. نمازها را ترک مکنید،
دیر مخوانید. گناه های خرد را سبک مبینید، زیرا پشیمان میگردید. شبهای مقدس را با نماز و ذکر احیا گردانید. انشاءالله توفیق و هدایت را الله تعالی برایمان